رو میبینید که همونطور که توش مشاهده میکنید پمپ در حال رزونانسه. ویدیو اولیش رو اگه سمت چپ نگاه کنید ارتعاشاتی توش نمیبینید، اما تو سمت راست بعد بزرگنمایی کاملا این رزونانس مشهوده. حالا من معمولا تو اینجور نمونه ها چندین ویدیو میگیرم، از ویدیوهای کلی از سازه تا اینکه ما جز مشکلات رو توش میبینیم، بعد زوم میکنیم رو قسمت هایی که مشکلات رو توش میبینیم. برای مثال اینجا ما 2 تا مشکل رو وقتی زوم میکنیم مشاهده میکنیم. یکی فوت لوزنس هست که اینجا تو تصویر دارید میبینید، یکی هم این که بیس فلکس وجود داره و شما اگه نگاه کنید زیر این فونداسیون از سایر قسمت های فونداسیون جداگانه داره رفتار میکنه و فلکس داره. خب الان رو هم فوت لوزنس وقتی زوم میکنیم متوجه میشیم مشکل از شلی پیچ یا استیفنس ناکافی نیست، بلکه مشکل از ترکیه که اینجا اتفاق افتاده. ما انواع اقسام فوت لوزنس ممکنه داشته باشیم. برای مثال اینجا شل بودن پیچ هست، اینجا اگه پیچ رو سفت بکنیم مشکل حل میشه. اینجا پیچ سفته اما استیفنس در راستای جانبی کافی نیست، پس ممکنه فوت لوزنس ما به دلایل مختلف اتفاق افتاده باشه. ممکنه فونداسیون درست عمل نمیکنه، ممکنه که پیچ شل باشه، ممکنه ترک وجود داشته باشه، ممکنه عدم استیفنس کافی باشه که ما در هر کدوم از این موارد میتونیم به صورت مجزا اینجا تو ویدیو ببینیم. برای مثال این الکتروموتور رو که نگاه بکنید وقتی ارتعاشاتش بزرگنمایی میشه، الان ارتعاشات اولیه است حالا بزرگنمایی میشه، وقتی بزرگنمایی میشه ویدیوش مشاهده میکنید که بیس پلیت زیر از فونداسیون در حقیقت بتونی جدا شده و این عامل افزایش ارتعاشات زیاد توش هست. توی تمام این مواردی که تا الان دیدیم تو همشون اگر شما سنسور ارتعاشات بذارید اندازه گیری کنید، هارمونیک دوم دور موتور دامنش افزایش پیدا میکنه و اون وقت شما باید بگردید دنبال مشکل. اما اینجا ما میتونیم به تفکیک ایرادات رو ببینیم.